السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب فضلك، ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة متبركة فاتحة. الفاتحة. سوره فاتحه در ترتیب نزول پنجمین سورت هست. و در ترتیب مصحفی چندم است؟ اول سوره هست. قبل از سوره مسد و بعد از سوره مدثر شرف نزول کرده. عدد آیاتش 7 آیه داره و کلماتش 25 کلمه داره. حروفش 113 حرف داره و 53 نقطه داره. و 53 نقطه داره، 113 حرف داره. قبل از اینکه پیش بریم، اسلوب ما در دوره همیست که در آغاز هر سوره معرفی سوره را مفصل میگیریم، یعنی نزول مصحفیش، نزول ترتیب مصحفیش، ترتیب نزولیش، وجه تسمیهش که چند نام داره، با کدام نام ها معروف است، و همچنان دعوای از این سوره چی هست و خلاصه از این سوره چی هست. اگر فضائلش به حدیث صحیح ثابت بود و میگم که فضائل از این سوره چی هست، پس به این خاطر در آغاز هر سوره که ما او را فصل بندی میکنیم، تقسیم بندی میکنیم، مثل که دیگه علما تقسیم کردن ما هم از اونا نقل میکنیم و این کار ما را بسیار آسان میسازه در فهم مطالب سوره ها، چون به خاطر او طرف نمیتونیم که هر آیت جدا جدا باز تفسیر خو میکنیم که باز وجه تسمیه و ربط و دیگر ربط بین هر آیات مشکل است که در این دوره گفته شود، ولی ربط و مناسبت بین هر سوره ها انشاءالله العزیز گفته میشه. چون که قبل از سوره فاتحه دیگه سوره نیست، اولین سوره است در ترتیب مصحفی، پس به این خاطر در اینجا ما ربط نداره، ربطی که سوره که ما قبل باشه نیست. البته انشاءالله اگر زندگی بود در سوره ناس رسیدیم، من الجنة والناس، باز اونجا 4 ربط سوره ناس را با سوره فاتحه خواد گفتیم انشاءالله. 4-5 ربط داره که اول قرآن که تا آخر قرآن. وجه تسمیه یعنی نامگذاری این سوره. مفسرین کرام برای سوره فاتحه
نامهای زیاد گفتند که اکثرا تا 12 نام ایره می رسانند. برخی علما میگن که از این جمله 9 نامش بر روایات صحیح ثابت هست، 3 نام دیگهش در احادیثش مقال هست. به هر صورت ما 12 نام را حسب روشی که مفسرین نقل کرده نقل میکنیم. یک، اولین نام این سوره الصلاة هست. الصلاة به معنی نماز، چون که کلمه صلات به معانی دیگری هم می آید، دیگر معانی هم داره، مگر در اینجا به معنی نماز هست. یعنی نامگذاری فاتحه به صلات به خاطر معنی نمازش هست. دلیل امو حدیث قدسی هست که دو قسمتش آمده. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از الله عزوجل روایت میکنه و میگه که قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، تقسیم کردیم ما نماز را در بین خود و در بین بندیم نصفین، بدو نصف، بدو نصف. حدیثش انشاءالله مکمل در بخش فضائل این سوره و جاهای دیگه هم برای ما خواهد آمد و در تفسیر لغات. دو، حمد. نام دیگه سوره فاتحه حمد هست. دلیل به خاطر ازی که ذکر حمد الله عز و جل در آغاز این سوره شده. 3، الفاتحه. دلیل به خاطر ازی که قرائت قرآن لفظا و کتابتا به لفظ به سوره فاتحه الحمد آغاز شده. 4، ام الکتاب به نزد جمهور. ام به معنی مادر هست، کتاب مکتوب. پس آن چیزی که قرآن در بر داره همش در سوره فاتحه هست. مثل که مادر طفل خود را در بغل میگیره، به می شکل سوره فاتحه هم همه مطالب قرآن را در بغل داره، در بر داره. ام القرآن ای هم به نزد جمهور علما هست، جمهور مفسرین هست. مثل که در حدیث صحیح از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم روایت شده: ما انزل الله فی التوراة ولا فی الانجیل مثل ام القرآن. نازل نکرده الله عز و جل در تورات و نه هم در انجیل مثل ام القرآن، مثل ام القرآن، ام القرآن. 6، سبع المثانی. سبع المثانی، 7 آیاتی که یعنی تکرار شده میره. وجه تسمیهش به این خاطر است به سبع المثانی که لأنها تثنى في كل صلاة
و کل رکعت، بخاطر که در هر نماز و هر رکعت از نماز تکرار میشه. و الله عزوجل می فرماید ولقد آتیناک سبعا من المثانی، به تحقیق دادیم ما به تو سبع المثانی، سبع مثانی، 7 آیت که تکرار شده میره. 7 نام از این سوره القرآن العظیم هست. این هم در ادامه امی آیت آمده که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. دیگه به خاطری که شامل میشه سوره فاتحه همه مطالب قرآن را، پس به این خاطر ای را به نام قرآن العظیم هم مسما کردن. 8 الشفاء، این سوره را به نام سوره شفاء میگن. شفا غلط است، خواه شفاء، شفا جوری از مرض. الله تو را شفا بده، الله تو را صحتیاب بسازه. شفا حفرت من النار فانقذکم منها، شفا اسم یک وادی یا کند چقوری از دوزخ است. خواه پس وقتی که به عیادت مریض میریم نمیگیم که الله تو را شفا بده، به این معنا که الله تو را در دوزخ ببره، به جهنم ببره، به موادی دوزخ تو را بندازه، بلکه ما میگیم الله تو را شفا بده، الله تو را صحتیاب بکنه. پس 8 نام سوره فاتحه الشفاء هست. نظر به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، فاتحة الكتاب شفا هست از هر زهر، و من كل داء، و از هر مرض، و از هر مرض. دیروز در بسم الله، در فضائل بسم الله قول حضرت علی رضی الله عنه را نقل کردیم که حضرت علی رضی الله عنه میگفت که بسم الله شفاء من كل داء و عون على كل دواء. حدیث را دارمی نقل کرده. 9 الرقیه، الرقیه، رقیه دم کردن، شف کردن، کف کردن، رقیه کردن. رقیه امیره میگه که سوره فاتحه را بخوانی یا حصه از قرآن بخوانی، ادعیه مأثوره را بخوانی و به نیت شفا بالای مریض شف کنی، انشاءالله صحتیاب میشه. شف به خاطر میگم که در شریعت ما شف هم داریم، کف هم داریم. شف شافی شو، کف کافی شو، اما چف نیست. چف نیست، یا شف میگی و یا هم کف. چف چف نمیگی دیگه، پف پف نمیگی، یا شف میگی و یا هم کف. هر چیزی که میگیم ببینیم که آیا این معنا داره و یا هم معنا نداره، آیا این اطلاقش درست هست و یا هم درست نیست. الرقیه، با ای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسید و ما ادراک انها رقیه، کی تو را یاد داده که این رقیه هست؟ 10 اساس القرآن. اساس به معنی تهداب، به معنی زربنا، اصول. نظر به قول ابن عباس رضی الله تعالی عنه و ارضاه و اساس الکتب القرآن، اساس تمام کتاب‌های آسمانی قرآن هست.
و اساس القرآن الفاتحه و اساس قرآن سوره فاتحه هست و اساس الفاتحه بسم الله الرحمن الرحیم. اساس فاتحه هم بسم الله الرحمن الرحیم هست. 11 الکافیه. الکافیه پورا، بخاطر که سوره فاتحه تو را از همه چیز کفایت میکنه و اما دیگه چیز نیابت از این سوره نمیکنه. حتی در نماز اگر ما عوض سوره فاتحه که واجب هست به نزد احناف و به نزد دیگران فرض و رکن نماز هست، کدام سوره دیگر انتخاب بکنیم، 2 بار قل هو الله را بخوانیم، 2 بار تبت یدا را بخوانیم، نماز درست میشه؟ نه، دیگه چیز کفایت از سوره فاتحه نمیکنه. 12 الوافیه. الوافیه به معنی پورا، مکمل، اما طور مکملی که نصف را قبول نداره، مناسبه نمیشه، نیم نمیشه. نمیتونیم که نیم سوره فاتحه را در 1 رکعت بخوانیم، نیمش در دیگر رکعت بخوانیم، امکان نداره، نماز درست نمیشه. و نه هم احتمال افتراق و جدایی و مناسفه را داره. و اگر کسی سوره فاتحه را در 2 رکعت بخوانه نمازش نمیشه. برخی از علما نامهای دیگه هم به این می افزاید. خب مشهورترین نامهای فاتحه از این سوره 3 تا هست. سه تا هست. یکی الفاتحه، ام الكتاب و 7 المثانی و 7 المثانی. برخی دیگی که نامهای دیگر را به افزود میکنه، 13ام نام به کنز میگن، الکنز، خزانه. بخاطر که همه مطالب سوره فاتحه گفتیم، همه مطالب قرآن در سوره فاتحه هست. 14ام نام به این سوره تعلیم المسئله میگن. تعلیم المسئله، کیفیت سوال. کیفیت سوال. پس از جمله نامهای از این سوره یکی تعلیم المسئله هست و این اشاره به این است که هنگام سوال ما اول در دعا حمد و ثنای الله را بیان بکنیم. امی مسئله را، کیفیت سوال، آداب مسئله، آداب دعا را به ما نشان میده. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. باز دعا میکنه که اهدنا الصراط المستقیم. پس در اول حمد و ثنای الله، عبادت را خاص از آن الله میدانی، استعانت هم از الله میخواهی، باز دعا میکنی از الله که الله حاجتت را برآورده بسازه. وسیله چی هست؟ وسیله همه اسماء نیکوی الله هست. همه اسماء الله نیکو،
همه اسمای نیکوی الله. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. پیامبر علیه السلام میگه که لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه من حفظها دخل الجنه. الله 99 نام داره و دوجه باز در سوره اعراف که رسیدیم انشاءالله مفصل بحث میکنیم که آیا اسمای الله به می 99 منحصر میشه و یا هم اسمای بیشتر دیگه هم داره. سوره را که سوره فاتحه است، ما در علوم القرآن سوره را تعریف کرده بودیم که سوره بقیت الشیء می گفت. سوره به نام علامه می آمد، به نام نشانه می آمد، جای مرتفع و بلندی بود. و در اصطلاح گفته بودیم که سوره عبارت از حصه از قرآن هست، چند کلمه دو جمع شده و اول و انتها داشته باشه. علی الاقل گفته بودیم 7 حرف. والرجز فهجر، والرجز فهجر. پس علما هم به حساب عربی را تعریف میکنن که طائفة من القرآن مؤلفة من 3 آیات فأكثر لها اسم يعرف بطریق الرواية الثابتة. طائفه از قرآن هست که جمع شده على الاقل 3 آیات مثل سوره کوثر و یا هم بیشتر از مثل بقره. لها اسم که به این سوره نام است یعرف شناخته میشه به طریق روایت ثابته، به طریق روایت ثابت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه رضی الله عنهم اجمعین. عنوان دیگه ما در این سوره فاتحه که مطالبش به حد زیاد هست و نمیتونیم همش را بگوییم، فضیلت سوره هست. آیا این سوره فضیلت داره یا نه؟ در حدیث صحیح، در روایات صحیح ثابت هست و یا هم نه؟ بله ثابت هست. در احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، از او جمله ما انزل الله فی التوراة ولا فی الانجیل مثل ام القرآن و هی السبع المثانی والقرآن العظیم. الله نازل نکرده نه در تورات و نه هم در انجیل مثل ام القرآن واره سوره فاتحه و هی السبع المثانی. یہ 7 آیه است که تکرار شده میره در هر رکعت نماز و در هر نماز. فرض و سنت و واجب نداره، محض که بخواهی نماز بخوانی باید سوره فاتحه را بخوانی. به می جهت است که امام بخاری خواندن سوره فاتحه را در نماز جنازه فرض میدانه، رکن میدانه، به خاطر که میگه لانها صلاتون. ولی امامای ما که به نماز جنازه پیش شدن میگه فقط بگوی پشت سر شک سوتره گرفتی. ورده مسلک ما احناف هم میگه که اگر سوره فاتحه را به طریقه واجب نمیخونه، به طریقه دعا بخونه. دعاست. از نخواندنش کرده خواندنش به مراتب بهتر است. هیچ کسی نگفته که در نماز جنازه اگر سوره فاتحه را خواندی نماز نمیشه، مکروه میشه. نه، هیچ کسی نگفته، بلکه به فضیلتش همه قائل است و به وجوبش غیر احناف دیگران قائل هستند که سوره فاتحه در نماز جنازه واجب هست.
احناف میگه بهتر است که خوانده شه، نمیگم که نشه خوانده، میگه بهتر است. پس اگر ما نماز جنازه را جای امامت میکردیم بهتر است که سوره فاتحه را بخوانیم. و منها، و از او جمله هم یکی این حدیث است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ابی سعید ابن المعلا وقتی که همراهش داخل مسجد میشد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش گفت که خامخا ما به تو یک سوره را یاد میتم پیش از اینکه از مسجد برایم. در مسجد بودیم و خواستیم که از مسجد برایم، پیغمبر به ما چیزی نگفت. ما دستش گرفتم و گفتم یا رسول الله تو به ما گفته بودی که ما به تو یک سوره نشان میتم از قرآن، و چی هست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش گفت که لأعلمنك سورة، ما ترا یاد میتم یک سوره را، هی اعظم السور فی القرآن، کی بزرگترین سوره در قرآن هست. باز گفت که الحمد لله رب العالمین هی السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته. الحمد لله رب العالمین هست یا مو سوره است اوتیته که به ما داده شده، به ما آورده شده. این هر دو حدیث اشاره داره به این قول الله عز وجل که میگه ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. این سوره جامع ترین سوره در قرآن هست. سوره فاتحه اساس القرآن گفته میشه، ام الکتاب گفته میشه، ام القرآن گفته میشه. پس بیاین ببینیم که جامعیت از این سوره چی هست. جامعیت سوره فاتحه چیست؟ شروع میکنیم از مقدمه در یا نظر اندازی در تمام آیات قرآن کریم و باز در تقسیمات سوره های قرآن کریم، بخش های قرآن کریم که به چند بخش تقسیم میشه. باز میبینیم که آیا هر بخش از او در این سوره فاتحه جای داره و یا هم نه. پس اول میگیم که همه آیات قرآن دو نوع است، یکی علمی و یکی عملی. سوره فاتحه هر دو نوع را در بر داره، هم آیات علمی را و هم آیات عملی را. از ابتدا تا مالک یوم الدین آیات علمیه هست و از ایاک نعبد و ایاک نستعین تا ولا الضالین آیات عملی هست که تعلیم المسئله گفته بودیم پیشتر. امی قسم روایات منسوب به حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه که اگر ما بخواهم که 7 شتر را از تفسیر سوره فاتحه نوشته کرده پر بکنم، بان هم در 7 شتر جا نمیشه. لفعلت، ما این کار انجام داده میتونم. مگر امام ذهبی میگه که این روایت از حضرت علی رضی الله عنه هرچند برخی مفسرین نوشته کرده ولی اساس نداره، پس روایت ضعیف است. تقسیم قرآن کریم با اعتبار مطالب عمده ازی، عمده قرآن، مطالب عمده، برخی از مفسرین میگن که قرآن با اعتبار مطالب عمده آن 4 بخش هست. 4 بخش. هر بخش از این با الحمدلله آغاز شده. بخش اول از سوره فاتحه الی سوره مائده،
خیلی این بخش چی هست؟ پس آن میبینیم که آیا این بخش در سوره فاتحه هست و یا هم نه. هدف ما جامعیت سوره فاتحه است. در این بخش بیشتر از صفات الله هست، از وحدانیت الله هست، از حقانیت الله هست. از حقانیت الله بحث شده که خود دلائل الوهیت یا عبادت الله هست. الله حق هست، پس وقتی که حق هست شایسته عبادت هم تنها الله هست. و این خود دلیل و بازگو هست با دلائل خالقیت الله که توحید ربوبیت هست. توحید ربوبیت میآید حقانیت و خالقیت الله را ثابت میکنه، بعد از او باز توحید الوهیت به ما ثابت میکنه. بخش دوم از سوره انعام الی ختم سوره بنی اسرائیل، یعنی تا ابتدای سوره کهف، موضوع اساسی این بخش اثبات ربوبیت هست. اثبات ربوبیت هست به این معنا که بعد از آفرینش و خلقت هر چیز، ذاتی که تمام اشیا را به مرحله کمال رساند، کاملش ساخت، تکمیلش نمود، و تنها الله است. الله است. بخش سوم از سوره کهف تا سوره احزاب هست. این بخش را با انزال کتاب آغاز کرد. هدف سوره کهف هست که به وسیله امی قرآن تربیه ارواح صورت میگیره. که با مثل گفته بودیم که جسد انسان از دو ماده هست، یکیش جسمانی که خاک هست و یکیش روحانی است که از وحی باید تغذیه شود، که بعد از تربیه اجسام هست. بخش چهارم از آغاز سوره سبع پاره 22، یعنی بعد از سوره احزاب تا آخر سوره ناس هست، من الجنة والناس. موضوع اساسی ای بخش نفی شفاعت هست که مشرکین به او معتقد بودند. می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، آیه سوم سوره زمر. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. کسایی که غیر الله چیزهای دیگی را دوست میگیرن، به عبادت میگیرن، هر وقت که بپرسی از ایشان باز میگن ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمی کنیم مگر ای که الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا ما را به خدا نزدیک میکنه. این 4 بخش بود. میبینیم به سوره فاتحه. سوره فاتحه شامل تمامی موضوعات هست که این 4 بخش مورد بحث قرار داده. پس الحمدلله رب العالمین موضوع بخش اول هست که اثبات حقانیت الله بود. زیرا خالقیت
از اوصاف مشهور الله است که الله خالق همه کائنات هست، همه موجودات هست. رب العالمین اشاره به تربیه و پرورش هست که موضوع بخش دوم قرآن بود، از سوره انعام تا آخر سوره اسراء، که بعد از خلقت انسان و همه موجودات و خالقیت الله ذکر شد. همین قسم که خلائق مخلوقات در مرحله خلقت همه به سوی الله نیازمند هستند، همچنان به خاطر بقا و دوامشان به الله متعال نیاز دارند. به تربیتشان، به پرورششان به الله متعال نیازمند هستند. الرحمن الرحیم اشاره به موضوع سوم هست که عبارت از تربیت روح می باشه و به وسیله قرآن و به وسیله رسول یعنی احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این تربیت حاصل میشه و این نمونه رحمت الله عز و جل می باشه. مالک یوم الدین اشاره به موضوع بخش چهارم هست، بخش چهارم قرآن، یعنی طوری که الله در دنیا مالک همه چیز هست، در آخرت هم مالک همه چیز هست. مالک، قاضی، پادشاه، حاکم مطلق روز قیامت هم الله است. مربی اجسام و ازواج الله است در دنیا و مالک دنیا هست. امی قسم در آخرت هم مالک تنها الله است و دانسته میشه که شفاعت در روز قیامت هم فقط و فقط به دستور الله است. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعت قهری وجود نداره. الحمدلله. دعوای سوره فاتحه چیست؟ دعوای سوره فاتحه اعلان توحید و رد انواع شرک هست. الحمدلله، همه حمد ثنا و صفت از آن الله است و اختصاص عبادت تنها از الله است. ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم و اختصاص استعانت هم تنها از الله است که فقط کمک از الله بخواهی که همش در نامگذاری 14 سوره فاتحه که تعلیم المسئله بود پیش بیان شد. مضامین و محتوای تفسیر سوره فاتحه چیست؟ مضامین یا خلاصه سوره فاتحه چیست؟ یک، دعوای توحید هست. دو، اثبات این دعوا یعنی دعوای توحید با دلائل. سه، ثمره این دلائل چیست؟ یعنی ثمره و فایده این دلائل توحید چیست؟ چهار، تعلیم مسئله هست، یعنی درخواست هدایت و استقامت، مراتب هدایت و استقامت
به دعوا که همش مرتب میشه به دعوای سوره فاتحه که توحید بود و رد به انواع شرک بود. 5. ذکر 3 گروه از مکذبین در رابطه به این دعوا: غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. این جامعیت سوره فاتحه بود و بالاخره دعوای سوره فاتحه بود. محتوا و مضامین سوره فاتحه به شکل بسیار فشرده بود. بحث لغات. لغات سوره فاتحه را کمک مشرح میخوانیم نظر به دیگه سوره ها، چون ابتدا هست با لغات و با شرح لغات آشنا شویم و طریقه تفسیر هم کم و بیش بلد میشیم انشاءالله. پس طریقه تفسیر هم همیست. زمانی که ما یک سوره را تفسیر میکنیم، اول سبب و وجه نزول یا ترتیب نزولی و مصحفی از او را میگیم، بعد از او وجه تسمیهش میگیم، بعد از وجه تسمیه مناسبتش میگیم، بعد از مناسبت و ربطش خلاصه و مطالبش میگیم، بعد از او که در خلال تفسیر آیات قرآن آمدیم باز شرح لغات میگیم، یعنی مفردات شرح میکنیم که با کدام است. بعد از او باز تفسیر آیات را میگیم و در اخیر اگر احکام باشه احکام استنباط شده از آیات کدام هست، مسلک فقها با کدام آیت استدلال کرده، وجه استدلالشان چی هست. اینی اسلوب تفسیر آسان هست. پس بعد از اینکه ما سوره را مفصل نه خو ما میگه مفصل بسیار مختصر بیان کردیم، آل لغاتش میبینیم. الحمد. حمد چی معنا؟ حمد به معنی ثناء. الثناء الجمیل على الفعل الاختیاری. حمد و ثنا هست، به نیک یاد کردن هست و فعل اختیاری خود بنده، بزور نی برازا. و ای عامتر است از شکر کرده. یکی حمد داریم، یکی شکر. شکر در مقابل نعمت می آید. یک کسی چیز برات داد باز میگی تشکر. اما الله در هر مرحله و هر وقت قابل ستایش هست، قابل حمد هست. چی نعمتش را حس کرده بتانی و یا هم نه، قابل حمد هست. امی که موتور الله پیدا کرد از عدم بزرگترین نعمت هست. الحمدلله. انسان آفرید ما، حیوان نه، بزرگترین نعمت هست. مسلمان آفرید ما، کافر نه، منافق نه، مکذب نه، بزرگترین نعمت هست. الحمدلله. انتخاب ما کرد در این مکان به خاطر مدارست کتابش. دوستای عزیزم خواه را بیادرم، بزرگترین نعمت هست. اینیم روز در خوابم تیر میشه، در کوچام تیر میشه، در بازارم تیر میشه، در گیمم تیر میشه، در لدو خوردن و لدو بازی کردنم تیر میشه، در سیاحت و سفرم تیر میشه. خوی روز کت قرآنم تیر میشه، ای روز کت کلام الله هم تیر میشه، ای روز به خاطر تجارت الله هم تیر میشه. امرای الله تجارت کو، تجارت که هیچ نقص نداره و با ثمرش جاودان هست. ایتون نیست که قحطی بیای از پیشت گم شود، قیمتی شود گم شود، پیر شوی. نه پیری هست بعد از مرگ در آخرت. نه دیگه
زوال نعمت هست، هیچ چیز نیست. این زندگی را غنیمت بشماریم. حمد در قرآن کریم به 5 وجه یا 5 معنا استعمال شده. الامر، المنه، الصلوات الخمس، الثناء والمجد والشکر. الامر فرمودن کار، المنه به معنی احسان. 3 الصلوات الخمس به معنی نمازهای 5گانه. الثناء والمجد حمد و ثنا. الشکر شکرگزاری در مقابل نعمت. یہ همه 5 معنی در قرآن استعمال شده. اول الامر، ملائکه گفت به الله عزوجل و نحن نسبح بحمدک ای بامرک، ما تو را تسبیح میگیم به حمد تو. حمد اینجا به معنی امر هست، خواه به امر تو ما تو را تسبیح میگیم. و نقدس لک. سوره بقره آیه 30. در سوره اسراء و یا هم بنی اسرائیل میگه که یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده ای بامره. ببینید که ترجمه قرآن چقدر دقیق هست. در هر جا لغت را باید در موضع خودش ترجمه کنه، ورنه ترجمه تحت لفظی که در هر جا ما بشنیم میگه که دو روزه که یوم یدعوکم شما را آواز میکنن، فتستجیبون باز شما اجابت میکنن به حمد و ثنای الله. به حمد و ثنای الله نه، به حمد اونجا معنیش غلط است. حمد اونجا معنیش امر هست. فتستجیبون بحمده شما اجابت میکنین به امر الله. کسی نیست که سرکشی کنه بگوی ما از قبر نمیخیزم، کسی نیست که بگوی ما طرف محشر نمیرم، کسی را بگوی به طرف دوزخ برو بگوی نمیرم. بحمده سوره زمر آیه به امره ببخشین، سوره بنی اسرائیل آیه 52. دو معنا المنه، المنه احسان. سوره فاطر آیه 74 میگه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. و گفتند همه حمد و ثنا منت و شکر از آن الله است. صدقنا وعده که راست کرد به ما وعدهش را. پس چطور ما از اینجا الحمد به منت ترجمه بکنیم؟ به خاطر که گفته بودیم شکر در مقابل چی هست؟ نعمت هست. اینجا میگه صدقنا وعده، امو الله که با ما راست کرد وعده خود را که در دنیا داده بود. پس شکران از نعمت و حمد و ثنایش میگیم. شکران از نعمت و حمد و ثنایش میگیم. دقیق شدین؟ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. با سوره فاطر آیه 34 گفتند حمد و ثنا و صفت منت و احسان از آن الله است در مقابل کدام نعمت؟ الذي اذهب عنا الحزن، امو الله که از ما حزن را غم را دور کرد دیروز. پس در مقابل دور کردن غم نعمتش بکار است، شکرانش بکار هست که ما شکر از او را چی بکنیم؟ ادا بکنیم. سوم الصلوات الخمس، حمد به معنی نمازهای 5گانه. ولله الحمد
فی السماوات والارض و عشیا و حین تظهرون. از این نمازهای پنجگانه معلوم میشه. حمد و ثنا نمازهای پنجگانه از آن الله هست، امو ذاتی که در آسمان ها و زمین هست. و عشیا و شبهنگام یعنی نماز شام و خفتن. و حین تظهرون که نماز صبح و دیگر شامل میشه، پیشین و دیگر شامل میشه. برخی میگه که دیگر و شام خفتن در عشی میایه و صبح و پیشین در تظهرون میایه. برخی میگه که نه، دیگر امرای عزیز تا میایه چون آفتاب بلند هست. عشی مرادش نماز خفتن و شام هست. مثل که ما اونو در اوقات نماز کسایی کنیم، یکی عشای اول هست، یکی عشای ثانی، یکی عشای اول هست، یکی عشای دوم. سوره روم آیه 18 بود. چهارم الثناء و الذکر. ثنا، حمد و ذکر الله. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. سوره آل عمران آیه 188. تقریبا ختم سوره میه، یک رکوع قبل از ختم سوره. دوست دارن اینا ان یحمدوا، ان یذکروا که یاد کرده شوند، و یثنا علیهم بالایشان حمد و ثنا گفته شود، بما لم یفعلوا با آن چیزی که اینا انجام ندادن. یک کار خیرم نکردن ولی خوش هستن که صفت کرده شوند. 5 امی قسم ببخشید در چهارمش در سوره اسراء در آخرش میگه الحمدلله، مثل که عسى ربك ان یبعثك ربك مقاما محمودا. محمود یاد کرده شده با حمد و ثنا. سوره اسراء آیه 79. 5 استعمال حمد در قرآن به معنی شکر هست. شکر هست. الحمد لله رب العالمین یعنی الشکر لله، شکر از آن الله هست. امی قسم آغاز سوره انعام هست، آغاز سوره کهف هست، آغاز سوره سبع هست، آغاز سوره فاطر هست. این حمد بود معنی مختصرش. الحمد لله، حمد و ثنا و صفت از آن الله هست. الله چی؟ الله کی هست؟ الله. این لفظ الله در لغت عرب با 4 معنا می آید. یعنی برای 4 معنا اطلاق میشه. اول به معنی معبود، دوم به معنی ملتجأ و پناهگاه، سوم به نام محبوب معظم، دوست بسیار بزرگ، چهارم به معنی متحیر فیه العقول که عقلها از درک از او حیران هست. این همه معانی در حق الله ثابت است و در غیرش باطل. معبود بر حق الله است
ملتجع و پناهگاه تنها الله است. محبوب معظم تنها الله است. المتحیر فیه العقول که عقلها از درک از او عاجزند، تنها الله است.